قصه از حیات محمد ابن سیرین. محمد ابن سیرین هنگامی که جوان بود پارچه فروشی میکرد و به خبر از آن بود که چی دام در راهش گسترده شده است. او نمیدانست که زنی زیبا و کاردانه که به بهانه خرید پارچه به مغازه آنها رفت و آمد دارد عاشق دلباخته اوست و در قلبش طوفان از عشق و هوس او برپاست. روز همان زن به در مغازه آمد و دستور داد تا مقدار زیاد از جنس متاع جدا کردند. آنگاه به عذر اینکه قادر به برداشتن اینها نیست بر علاوه پول همراه ندارم گفت پارچه ها را بدهید تا این جوان به خانه بیاورد و به من تحویل دهد و پولش را بگیرد. شروع کار قبلا از طرف زن فراهم شده بود. خانه از شخصان بیگانه خالی بود مگر چند کنیز که سر زن را میدانستند کسی در خانه وجود نداشت. محمد ابن سیرین که آوان جوانیش را طی میکرد و از زیبایی بی بهره نبود، خیلی زیبا بود. پارچه ها را بر کتفش گرفت و همراه آن زن آمد تا به درون خانه داخل شد و در از پشت بسته شد. ابن سیرین به داخل اتاق زیبا و آراسته راهنمایی گشت، یعنی داخلش کردند. او منتظر بود که این خانم هر چی زودتر بیاید تا جنس ها را به او تحویل دهد و پولش را بگیرد. انتظار به طول انجامید، زیاد دوام کرد. پس از مدت پرده بالا رفت و آن خانم در حالی که خود را 7 قلم آرایش کرده بود با 1000 اشوه و ناز پا به درون اتاق گذاشت. ابن سیرین در یک لحظه کوتاه فهمید که دام برایش گسترده کرده است. فکر کرد با موعظه و نصیحت یا با خواهش و التماس خانم را از خود دور کند. خانم عشق سوزان خود را برای او شرح داد و به او گفت من خریدار مال و متاع شما نبودم، خریدار خود شما هستم. ابن سیرین زبان نصیحت و موعظه به او باز کرد و از الله متعال و از ترس قیامت به او سخن گفت. در دل زن هیچ اثر نکرد. التماس و خواهش کرد، هیچ فایده نبخشید. زن گفت دیگر چاره نیست، باید کام مرا حاصل کنی. و همین که دید ابن سیرین در عقیده خود پافشاری میکند او را تهدید کرد و گفت اگر به عشق من احترام نگذاری و مرا کامیاب نسازی حالا فریاد میکشم و میگویم که این جوان نسبت به من قصد بد دارد، نیتی بد دارد. آنگاه معلوم است که چی بر سری تو خواهد آمد. موی بر بدن ابن سیرین راست شد. از طرف ایمان و عقیده و تقوا به او فرمان میداد که پاکدامنی خود را حفظ کن و از طرف دیگر سر باز زدن از تمنای آن زن به قیمت جان و آبرو و همه چیزش تمام می شود. چاره جز اظهار تسلیم ندید، یعنی باید تسلیم شود. اما فکر مثل برق از خاطرش گذشت. فکر کرد یک راه باقی مانده است. کاری کنم که عشق زن
تبدیل به نفرت شود و خودش از من دست بردارد. اگر بخواهم دامن تقوا را از آلودگی حفظ کنم، باید یک لحظه آلودگی ظاهری را تحمل کنم. یعنی ظاهرا گفت که خودم را آلوده ناپاکی ها سازم. به بهانه قضای حاجت از اتاق بیرون رفت و با وضع لباس آلوده برگشت. تن خودش را پر از آلودگی این نجاست کرد و به طرف زن آمد. هنگامی که چشم آن زن به او افتاد، از بوی بد او روی در هم کشید و فوراً او را از منزلش خارج کرد. این قسم انسان ها موافق حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از زمره 7 طایفه انسان هایی که روز قیامت در زیر سایه عرش الهی قرار می گیرند، روزی که بغیر از سایه عرش الهی دیگر سایه وجود ندارد، در آفتاب گرم و سوزان روز قیامت، مردی که زنی صاحب منصب و صاحب پول و مال و صاحب جمال او را دعوت می کند تا کام دل برارد، اما او از ترس الله می گوید من از الله می ترسم، کار حرام را انجام نمی دهد. الله روز قیامت آنها را در زیر سایه عرشش جا می دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.